دستگاه چای خشکانی بوده. چایو میذاشتن توی اینا، زیر زغال روشن میشد و چایو خشک میکرده. ما داخل این بودیم دیگه، این مقبره کاشف السلطنه است که نشونتون دادم تو ویدیو. داخل این بودیم ما. هالووینی زده باحال شده. سنگ هالووینی که بیاریم هر کی برد دیگه باشه. تو خواهم میتونی بیای؟ خواهم خیلی درد ما اکثر اینجا میبریم. عاشق کلوچه های شکلاتی شدم. یه دونه بگیرم برای حال دل خودم. بچه ها امروز اومدیم لاهیجان. میخوام بهتون محله های باحال و لاکچری لاهیجان که منطقه دور دور دختر پسراست و کلی مغازه های باحال داره رو بهتون نشون بدم. با ما همراه باشین. تو راست میگه این خونه قبلا برای علی کریمی بوده؟ ببین آره قبلا هم میگفتن که حالا نمیدونم واقعا راست بوده، ولی یکی از خونه های خیلی لاکچری اون زمانه قدیم که اولین خونه خیلی شیک شد تو لاهیجان موقع این بود. خیلی به حالت ویلایی و شیک داره. این خیابون هم که همونطور که میبینید خیابون روبرو اسمش خیابون کارگره که بالا شهر لاهیجان محسوب میشه و خونه های خیلی شیکی توش داره. اینجا هم که خود شیطان کوه و دیگه فکر کنم همه اینجا رو میشناسن. این سمت هم که استخره، اینجا هم خیلی خوشگله. الان اون سمت هم اگه بخوایم بریم همون برای استخر شیشه گرم که مثل گلسار و رشته، ولی من پیشنهاد میکنم بیا اول بریم خیابون کارگر رو یکم قدم بزنیم به بچه‌ها نشون بدیم، بعد بریم سمت شیشه گرم. برویم. خب ما دیگه داریم میریم سمت خیابون کارگر. بچه‌ها اینم تابلوی لاهیجان. ما یه ماشین پارک کردیم. همیشه تو ویدیو ما یه کامیون بیاد رد میشه. گفتیم قدم زنا این خیابونه رو بریم به عشق شما بگیریم. خیلی سربالای طوریه، اینجوریه. آره. هلو. یکم هم میدونی اینجا شبیه کجاست؟ شبیه خیابون عظیمیه کرجه. یکم عظیمیه نه ولی آره. استانداری. آره استانداری داره دیگه، کرج داره. کرج بالا شهرش استانداری هم هست. عظیمیه هست. هم عظیمیه هست هم استانداری. آقا شما بگید بچه ها، کرج منطقه به اسم استانداری داره که بالا شهر یا نه؟ عظیمیه هست. من حالا یادم داشت. بعد کوچه های اینجا الان نشونتون میدیم همه اینجوری سربالای سرپایینیه، یعنی یکی پیاده بخواد بره بیاد خیلی سخته. کوچه های اینجا آره. راست. هم خود خیابون سربالایی هم بچه این ماشین قرمز رو میچه خفنه بالا. آره اصلا این قسمتش اون خیابون چیزه رو یادمون رفت. یه دونه هم خیابون داره سربالای همش ویلا ساختمون اینجا نشون بدیم. چی اسمش؟ اسمشون هم ولی نسبت به اینجا جدیدتر، اینجا قدیمی‌تر. آره اسم اون اسمش سلطنه نمیدونم یه اسمی داره. آره یه همچه اسمی داره. ببینید بچه حالا این یه خورده. آره سرپایینش اینجوریه ولی نه بچه سربالایی رو میبینین قشنگ پشتر ما سربالاییه. آره بالاتر که میرین قشنگ بیشتر میشه سربالاییش. حالا شاید تو ویدیو مشخص نیست ولی بیشتر میشه سربالایی. خونه های اینجا همشون سبک خونه های ویلاییه بیشتر، چون از قدیم هم میمونده. خب خیلی منطقه خوبیه.
بچه اینجا جزء محله‌های قدیمی و گرون لاهیجانه، یعنی شاید خونه‌ای که شما می‌بینید مثلا همین خونه خب حالت قدیمی طوری به قول آسا ویلایش مونده، ولی نوساز طوری نیستن، هست مثلا داخل کوچه هاش، ولی خب بیشتر هم میبرن توی یه منطقه دیگه، اونجا بهتون نشون میدم که به اصطلاح قصه از چه قراره. الان هم سربالایی ما داریم میریم خاطر همین ورزش میکنم. آره. خسته شدی؟ ولی خوشگل درست کردن، میدونی چیه؟ خود این درخت ها، خود این فضای بزرگ، این بلوار، اینا به نظر من خوشگل کرده، نه؟ جذاب کرده این خیابونو. البته این نه، ولی کلیاتشو گفتم. خب ما دیگه رسیدیم ته خیابون، اتوبوسا کم آورده، زیاد طولانیه، حالا شدیدم نباشه طولانی. کنید بچه ها دیگه اینجا میشه میدون چی؟ کاشف السلطنه که دست چپتون میره بام سبز، یعنی اینجا ماشین روی بام سبزه، سمت راستمون هم میره کجا؟ شیشه گران که ما الان میخوایم اون منطقه رو بریم. مستقیما میره یه جای دیگه که اونجا خیلی خوش آب و هواست، چی؟ مزرعه قوها و تالاب سوستانه، همه این تو این مسیر هستن. این ور شد بام سبز، این ورم شیشه گران. من کلا توی حالا استان گیلان لاهیجان خیلی بیشتر دوست دارم. حالا هم که اینجا خاطره دارم 2 سال اینجا زندگی کردم، من دورای دبیرستانم لاهیجان بودم. بعدم این که به نظر من از بافت شهری خیلی خوشگله، مثلا اون استخرش کلا یه زیبایی خیلی قشنگی به شهر داده، یا اصلا همین بام سبزش خیلی خوشگل. عروس گیلانه دیگه، میدونی دیگه اسمش عروس گیلانه. دوماد گیلان کیه؟ نمیدونم. رشت. چرا اینجا خوشگله؟ دوماد گیلان، رشت، عروس گیلان، لاهیجان. بچه‌شون کی میشه؟ نمیدونم، حالا بگیم انزلی ناراحت نشن. چقدر باحال اینجا، ولی چقدر کثیفه، چرا اینجا رو بهش نمیرسن؟ آره. برو آشغاله. همین الان ازت تعریف کردیم این چه وضعیه اینقدر کثیفه. آقایان مسئولین لاهیجان چه وضعیه خدایی؟ اینجا هم میدونید دیگه مقبره کاشف السلطنه است. این موزه چای بازه؟ موزه چایه که بکنم کاشف السلطنه اولین کسی بوده که چای رو به ایران آورده. بچه اگر باز باشه میریم میبینیم که بهتون نشون بدم. بریم تاریخچه‌شو دقیقاً ببینیم. چیزی که من تو ذهنمه اینه که اولین بار این آقا چایو آورده. آره آورده ایران. کشف نکرده، آورده اینجا کاشته. آره درسته؟ فکر کنم، مطمئن نیستم. بریم بخونیم در همینجوری شنیدم. ببین قاجار بوده، محمد میرزای قبانلوی قاجار که ملقب به کاشف السلطنه بوده، در سال 1279 کشت چای تو لاهیجان شروع کرده. دستش دارم. در سال 1279. خیلیه ها. برو ببینیم داخل چیزی هست. نمیدونم باز نگم. بچه اینجا یه موزه داریم، حالا نمیدونیم اجازه بدم بریم. من این همه سال که لاهیجان بودم خودم تا حالا اینجا نیومده بودم، اولین باره. چقدر باحاله. قوری و چیزای قدیمی. اینجا خوراک آدم ها که عاشق چایی هست. آره ببین آقای کاشف السلطنه عکسش اینجا هست، نگاه کن. اون بوده. خوشتیپ بوده. این چه بوده؟ انبار برنج معاصر. اینو نگاه کن، این چقدر باحاله. دستگاه چای خشککنی بوده، چایو میذاشتن توی اینا، زیر زغال روشن میشده، چایو خشک میکرده.
این عتیقه؟ آره دیگه قدیمی هم. این اساتو رو برای خورد کردن برگ خشک شده چقدر باحال بوده. منقل برای چی بوده؟ احتمالا توش کباب درست میکردن. نمیدونم. این ظرفاش چه باحاله. آبیا. کشی همین آورد. جالب. بالا هم داره. بالا چی داره؟ بالا هم داره. حالا داره. بامزن اینا. اینا شبیه سی خونه مامان بزرگا بود. آره. چقدر اینا خوشگله. بکن قهوه خوریه ناصرالدین شاه. بامزه. یا کن تصویر از قرارداد جهت احداث باغ چای واسه سال چنده؟ 1343 1343 دفترچه سالانه چایکار. بیا اینجا عکساش سهمیه هست. میگرفتیم. کاشف السلطنه در پاریس. آخرین تصویر کاشف السلطنه. سیبیلشو زده. آره دیگه تو پیریاش سیبیلشو زده. این جعبه رو ببینین. جعبه 1000 بیشه متعلق به کاشف السلطنه. جعبه چی بوده؟ چای قوریه فکر کنم. قوری چایی. ببین بالا چیه؟ بچه ها خوشگله به نظر من. اومدید حتما بیاین اینجا. خب زیاد خلوت هم هست کنم 3 نفر. طبقه بالا هم هستش. بریم بالا رو هم ببینیم. موزه جنگ جهانی همون گنبده بود. بچه اینجا اون گنبده از بیرون مشخص. اصلا فکر نمی‌کردم اینجوری باشه. بیای الله رحمتسین بخونیم براش. الله رحمت الله. پروسه برداشت چای نکنید. برداشت سنتی، برداشت صنعتی، حمل تا کارخانه، انتقال از مزرعه به کارخانه، حمل به کارخانه، تحویل به کارخانه، پلاس شدن، دستگاه مالش، اتاق تخمیر و خشک‌کن و در نتیجه بسته بندی. خب بریم اینجا رو هم ببینیم. لباس‌های سنتی. لباس محلی منطقه سیاکل دیلمان. اسپیلی. چقدر بامزه است. اسپیلی اسم ماهی نبود. اسم منطقه است. رشتی دوزی. میدونی رشتی دوزی چیه؟ یه چیز یعنی سنتی گیلانه. اینجوری میدوزن. آره. الان فکر کنم مثلا فراموش شده. ها؟ نه هنوزم چموش از چرم. نوع کفش محلی قاجار. الان رشتی دوزی توی کیف و لباس و اینا کار میکنه. گالش. اینا گالش نمیدونم. بچه گالش به این میدونی الان مدرنش اومده مد شده. چکمه هایی که اینجوری چیزا این جنسیه. ببخشید اگه صدایی میاد پایین داره. بچه نگاه کنید داره اسنیف میکنه. چای رو تست میکنه. چند نوع چاییه. این هم آقای محمد کاتوزی. تن های چو. چرا اسمش نشه محمد کاتوزی؟ ولی ایرانیه. تن های چو در میان شاگردانش. این کیه چیز محمد کاتوزی؟ ننوشته ولی جالبه. آرامگاه محمد میرزا که اینجاست که الان نشون داده. این آقا درست کرده. معمارش این بوده. عکسای قدیم لاهیجان بچه‌ها. اینا سینی‌ها چیه؟ ظروف مسی. خب اینا فکر کنم خیلی قدیمی باید باشن بچه.
اینو نگاه کن، آب می بگیر. چرا کنه؟ این تا خوشگله. خب چطور بود؟ خوب بود ها؟ ما من بعد از اندی سال اینجا نیومده بودیم. باورتون میشه بچه، ولی خب بیاین یه سری چیزاش خوبه. 20 تومن بود ورودش دیگه، نفری 20,000 تومن بود. خارجی هم حالا زده بود 150 تومن، ولی به نظرم ارزش داره ببینید، چون اون پیمونه‌های قدیمی، چای و فرایند چای سازی و اون شخص که اصلا چای رو به ایران آورده رو قشنگ میتونید اینجا ببینید. ارزش رو داشت. آره. ما داخل این بودیم دیگه، این مقبره کاشف السلطنه است که نشونتون دادم تو ویدیو. داخل این بودیم ما. بچه اینجا خیابون شیشه‌گرانه، همون خیابونی که شبیه، یعنی میشه مثالشو بزنیم مثل گلستان رشت، ولی خب کوچیک‌تره و شبا هم اینجا منطقه دور دور دختر پسراست. خیلی خیابونه باحالیه دیگه، فقط مغازه و چیزای اینجوری قشنگ داره. هالووینی زده، باحال شده. این کافه و رستوران خیلی خوبه کلا، اگه کسی بخواد کافه رستوران نیورا. بچه این کافه رستوران واقعا خوبه، اگر اومدید این برای این غذاخوریه یا اون شیرینی اینا جزو جای خوبه با کیفیت لاهیجانه. خب ما دیگه انتحار دور دادیم، رسیدیم به استخر که اینجا میشه در واقع استخر لاهیجان و اینجا هم بچه پر از راست فروشی های آب میوه فروشیه. میتونید بیاید اینجا انواع اقسام آب میوه ها رو میل بفرمایید. خب بچه ها ما خیابون شیشه گران قدم زدیم اومدیم، ولی خب متاسفانه ساعت 3:30 4 اکثر مغازه‌ها بسته بودن. ما دیگه ناچار شدیم که حالا من یه خود ویدیو براتون گرفتم، ولی ناچار شدیم که دیگه بیایم این ور رو یه استراحت اینجا بکنیم، همون کنار استخر بریم یه چیزی بخوریم و بعد با ماشین دیگه مغازه باز کردن بریم کل خیابون رو باز براتون ویدیو بگیریم. درسته؟ بریم حالا یه چیزی بخوریم، یه نهار بخوریم. سنگ کاغذ یکی بیاریم، هر کی برد دیگه باشه. سنگ کاغذ قیچی، سنگ کاغذ قیچی، سنگ کاغذ قیچی، سنگ کاغذ قیچی. بردم 3 بار. سنگ کاغذ قیچی 2 بار. سنگ کاغذ قیچی، سنگ کاغذ قیچی 2 1. سنگ کاغذ قیچی 2 2. سنگ کاغذ قیچی، سنگ کاغذ قیچی، سنگ کاغذ. واو من بردم یا تو؟ من بردم دیگه. حالا یه جالب بهتون بگم، قرار بودش که اینجور صحبت کردیم یه بازی بذاریم آتسو ببره، چون هوس جیگر کرده بود، گفتیم که بریم جیگر بخوریم بعد میگم تو مثلا بردی و اینا. خب الان من بردم ولی باز میگم همون میریم جیگره رو بخوریم. یه جیگر فروشی هست اینجا، قابل تست نکردم ولی اسمش هشتگ جیگره. دیده بودی اونو؟ سالو نرفتم. آره
بچه از تجربیاتتون در مورد لایجان ما بگین که اومدید نیومدید. ما تو لایجان 2 تا ویدیو داریم در مورد لایجان، فکر کنم 2 تا ویدیو داریم اگر اشتباه نکنم. واقعا جای خوبیه. الان حتی این باغ موزه چای هم که ما موزه چای رو که رفتیم ما اولین بار بود و خوب بود، خوشگل بود. این استخر کلا محل چیزه، ورزشه. صبح اینجا میان ورزش میکنن، میدوئن، جای باحالیه. این وسطش هم نمیدونم گرفتی یا نه، قبلا یه تالار عروسی بود الان دیگه نیست. میدونید داستان این وسط لایجان چیه؟ 99 ساله اجاره داده شده بود به یک شخص خصوصی بودش. قرارداد تموم شده، فکر کنم 2-3 سال یا 4-5 سالی از قرارداد تموم شده که بعد دیگه شهرداری اونو 99 سال اجاره کرده بود. آره خیلی قدیمی آخه. آره بچه‌ها 99 سال اجاره کرده بوده، تموم شده، الان اولش 4-5 سالی هستش. باز بود میشد رفت تا اون وقت، الان بستن. نه الان باز. فکر کنم باز، حالا جلوتر میریم میبینیم دیگه. ما بریم بچه‌ها ناهاره رو بخوریم، بعد برمیگردیم شیشه گران رو به شما نشون میدیم و بعد دیگه تمام. حالا اگرم ویدیو رو دوست داشتید تا اینجا ممنون میشم لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید، حمایتمون کنید. بریم که بازی رو من بردم ولی خب دیگه به خاطر روی ماه آتوسا خانم جیگر میخوام براش بخرم، ببین از داره نداره. تو خودت چی هستی؟ جیگر دیگه. باش فعلا. بچه اینجا رو میگفتیم ما یه بار اومدیم داخلش هم حتی ساخت و ساز داشتن میکنن، تعمیرات بود، باز الان بستن. حالا دیگه دلیلش رو باید آقای شهردار به ما بگه چرا اینجا رو باز نمی کنید، واقعا ملت استفاده کنن. شاید باز بکنن اینجا رو. ها بس آخه نوشته حجاب رعایت کنید، چی رعایت کنید؟ خب حتما چیزی هست دیگه. چیز مقبره شیخ زاهده، یه سربالایی داره باید تا اون بالا بریم. بعد اون بالا یه سری چایخونه و کافه و ایناست که اونجا میتونیم بشینیم. بگم رو جلو اینجوریه. از اون بالا هم خیلی ویو قشنگی داره، ولی واقعا ما کافه ها رو میخوای بگیریم بیایم. برو کافه رو بگیریم دیگه. گفتیم که قبل غذا خوردن بیایم اینجا رو به شما بگیریم، چون روز مشخص باشه. هم میتونیم پله‌ای بریم بالا، هم میتونیم اینجوری شیبه بریم بالا. ولی این آتوسا خانم میتونی بیای؟ پاهم خیلی درد میکنه، خیلی ناراحتم. خب من الان کولش بکنم. خب میخوایم پله بریم. ها؟ ولی واقعا هوای بهشتیه بچه ها، خیلی خوبه. یه هوای خوب، عالی و جای شما خالی. شب با هم ساخته. اصلا درشون خوشگله.
ما اکثرا اینجا میمدیم. آره اینجا میمدیم. بسته است. چایخانه عمو حسن. کوهنوردیه دیگه. پیر شده ریاض صاحب. پیر شد بچه. سوغاتی خریدن میتونیم بیاید اینجا فروشگاه نادری که هم فروشه و کوکی و اینا بگیریم. این هم نادیه. جواب جیگرطلا میخوایم بریم. بچه اینجا مرکز فروشگاه نادریه. من عاشق کلوچه های شکلاتیشم. یه دونه بگیرم برای حال دلم. محصولاتشون در این نادیه، اون یکی نادریه. فرق نادی و نادری چیه واقعا؟ حالا بهت میگم. من نمیدونم. سلام. برای یه پفک بردار. اون چی؟ اون فرقش با این چیه؟ اون بادومه؟ بادومی. بادومی. اون یکی پفک با هم بادوم زمینیه. بادوم زمینی. یه مدل بود برن. اینجا هم میتونید بسته‌ای بگیرین، جوری بسته‌ای، هم تکی. قیمتشون خب مناسب تره دیگه. کلوچه‌های نازی. چی؟ سبت. مرسی ممنون. اینجا کوکی تازه هم داره. بوی کوکی میاد. یه دونه اینو میخوام. خیلی نیست. خیلی زیاده همش میتونیم بخور. من که اصلا کلوچه خور نیستم. سنتی هم داره. همین اینا خیلی خوشمزه است ولی قبلا گرفته بودیم. ببین اینا هم نکن با خرمایی اونو بردار. ببین این مدلی هم داره ها، دیدی؟ اون بهتره برداشتیم. باید دارم این مدل تو دوست داری بردار. بچه برای پذیرایی و اینا به نظرم اینا گزینه‌های خوبه چون قیمتاشون خیلی مناسبه. این باید خوشمزه باشه. قیمتش 77 تومنه. چند تا توشه؟ 100 تومن. اینم باید خوشمزه باشه. اینم جدیدش خوشمزه اینم باید. کلوچه. اینم فکر کنم خوشمزه است. نمیدونم چند تا توشه. اینو من اون خیلی زیاده. تکی برده. چایی هم باید. اینجوری چایی هم بچه هستش اینجا. بیا اینجا چیزم چای تمدار جدیده. چاییه؟ کلوچه هست. کلوچه با مثلا سیب و دارچین. کوکی البته نه. این یه دونه شبیهش خارجیه. نه شبیه اون زده. بیایید برو با کیفه. دواشکیم با. نباشم. اوکی. ببینم به جای این به نظرم اینو بردار. اونو باید سردش این فکر کنم بالاتره. رنگ نداره.
عاشق پنیر کبابی ام. خیلی خوشمزه. آبوی